سلام دوستان گلم. امروز یک عمل استخبار، یعنی از اعمال مهم خبر آوردن را به شما آموزش میدم توسط آیه مبارک کاف ها یا عین صاد. حالا یک وفق می سازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحق عزرائیل. یگانجا میبینین بعد از جبرائیل اینجا میکائیل نوشته است. نه، این بالای الحق اسم مبارک عزرائیل میاد. وله اسرافیل الملک میکائیل. کاف های عین صاد 5 تا حرف است. ما باید 5 در 5 بسازیم. حالا شما با متراژ چیزتون خطکشتون با خطکش میسازین، با متراژ چند سانتی چند میل. حالا ما دیگه مستقیم پیش میریم. نوشته میکنیم کاف. اینجا شما شکست نبیه کافتان، کور نبیه هایتان، نقطه جدا بیه. ای چشم ها کور نیه. خب پس این گونه ببینین اینجا ها، پس یا، پس عین صاد. دوباره یک مسئله دیگه، این کاف نوکش بالا نیه. پس یا عین صاد کاف ها عین صاد کاف ها یا عین صاد کاف. این همزه داشته باشه باید. ها یا عین. به همه منوال شما میکشین. دور دور اگر شما با زبان فارسی هم توکیلش نوشته بکنید، ببینین نوشته میکنیم توکل کنید و اجابت کنید. ای خدام. یکی خطایی که کشیدم به همه منوال شما پیش برین. چگونه که کشیدم یا خدام و یا روحانیت کاف ها یا عین صاد. عین صاد. خبر بدهید مرا. مثلا چی نظر دارین؟ مثال میگوییم یک مریض است، اصلا با هیچ مداوای علاج نمیشه. ایره ما و شما خبر میگیریم باید چی کاری بکنیم؟ مثلا از تداوی امراض، مثلا فلان
بنی فلان یا بنتی فلان. اینجا بارک الله فیکم و علیکم یک امر بسیار مهم است. اگر شما ایره فارسی میگین خداوند شما را برکت دهد و به مقام و معظم شما بیافزاید، یا میگین بارک الله فیکم و علیکم، نوشته میکنیم بارک الله فیکم و علیکم، مثلا کثر الله مقامکم، كثر الله مقامكم. یکی الوحا العجل الساعه یادتان نرم. مثلا اگر اینجا رسید اینجا نوشته میکنیم الوحا العجل الساعه در اخیر است، یک زجر است اسمها. دیگر شما که این گونه کاری انجام دادین، ایره با مشک زعفران و گلاب می نویسین، اینی با ما حبر روحانیتان. دیگه ایره در پیش روی خود میمانین. بعد از نماز خفتن که خواندین 1000 مرتبه اسم مبارک یا آیه مبارک کاف ها یا عین صاد تکرار میکنین، 1000 مرتبه. بعد از او توکل میتین. همین توکلی که شما اینجا نوشتین همیره شما توکل میتین. یعنی یک بار نباشه، باید 7 مرتبه یا 11 مرتبه یا 21 مرتبه اگر تکرار بشه هنوز بهتر است. یعنی طور شما ایره میخوانین، طوری توکل میدین که پیش روی یکی از پادشاه ها شما قرار گرفته باشین، یک آدمی بسیار مهم قرار گرفته باشین، چی با تعظیمی. این گونه با شوخی ها و فکرهای عجیب و غریب و به این گونه ها نمیشه. بعد از او همین این گونه باز باشه پیش روی شما، به طرف همین نگاه کده شما میخوانین، زیر سر خود میگذارین، زیر همو بالشت خود که سر خود میمانین به زیر تکیه. بعد از او با وضو شما میخوابین. اگر اون وقت خفتن خواندین، نماز خفتن، باز وضویتان نامناسب بود، دوباره وضو میگیرین، دوباره میایین میخوابین. شما باید در اتاق تنها خوابیده باشین، با امید از این که در خواب شما روحانیت اسم شریف میآید و شما را از امری که شما گفتین توکل دادین خبر میده. این برای یک شب هم خبر میده. اگر روحانیت شما کمی ضعیف بود یا مشکل قرین داشتین، این نمیشه دیگه. بعد از شما شب دیگه مثلا چند شبی را تکرار میکنین، حتما این 3 شب نمیگذره که به شما خبر داده میشه. شما خبر میشین، حتما خبر میشین. هیچ مشکلی در این نیست. یعنی هیچ جنی سفلی شما را اذیت نمیکنه. نترسین، در اتاق که تنها خوابیدین هیچ مشکلی سر شما نمیایه. حتما موکل یا روحانیت یا آیه شریف میایه و شما را خبر میده. اگر اینجاها امضای حضرت سلیمان علیه السلام هم نوشتین، باقی نداره بهتر است. مثلا اینه چشم میم کور باشه، باید قانونش همیست اینا برابر باشه. باید ای از کوچک به بزرگ نوشته شده. ببینید این گونه نوشته شده. حالا دیگه ما این گونه نوشتیم. وفقتان بسیار زیبا بیایه. ای تو الک پلکی خط نکشین.
به همین مینوال شما را میکشین. اگر این گونه بکشین بسیار زیبا میشه. با امید پیروزی دوستان عزیزم، اگر میخواین تماسی با من داشته باشین، شماره واتساپ روی تشریحات نوشته میکنم.